یعنی آدم وقتی به تنی سیاد میرسه که بیمار شود، وقتی به قدری حیات میرسی که میمبری، وقتی به قدری کار میرسی که بیکار میمونی، به قدری پیری کسی میرسد که به قدری جوانی کسی میرسد که پیرای. یعنی به قدری انامین آرامی هم برادرای عزیز رسیدن من وقتی هایی که اگر ما دیدیم که آخی یا تلاطم دیدگیم که همین هم نعمت های بگیم، همین آرامیه که امروز الله مهربان فضل خودش قطعی ما را داده است، این چی های؟ این هم نعمت های. ولی حضرت علی میگه بالاترین نعمت دین های. اگر همینایی که گفتی یک تا دو تا سه تا چهار تا رفتی، حضرت علی گفت من در اولش گفت نعمت دین میمونم. اول دینه بعد اینها های. برادرای عزیز، شما میدونید که تا زمان دین نبود قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. سوره تکویر. الله ربی چی میگه؟ میگه وقتی که در خاندانای شما کودکا پیدا میشدن، کودک دخترچه، شما میبردین و یا مقصد زنده به زنده میگراندین. دین نبودالی، جهل بود، جهالت بود، بدینی نگفتی نه حاصلش و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. روز قیامت میگه یا قی پدرش میگیره و همونجا میگهش بأی ذنب قتلت، مرا چرا نابود کردی؟ چرا؟ من چی کم بود داشتم؟ چی عیب داشتم؟ قرآن نبی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. صدق الله العظیم. خدا میگه اگر در خاندان هاشون میگه وقتی دخترچه تولد میشید ظل وجهه مسودا، چهره هاشون رنگ شب و سیاه میشید، زیق میشیدن. بین مردم بید بدینی ربی بدینی کجا میبرد؟ بعد چیکار میکرد؟ یا تورا من القوم. خدا میگه میگریختن ای قبیله، بیگه که میشید میگریختن دیگه محله میرفتن که یک مقصد نبینن، ما نبینن که ما شرمنده شدیم. برای چی شرمنده شده؟ در خونش دختر تولد شده. ای امسکو علی هون ام یدسه فی التراب. میگه همین که دختر که تولد میشید میگه میشیشتن پیشونده دو چیزا میگذاشتن، یا میبریم میگرونیمش زنده با زنده، یا چیکارش میکنیم؟ یا به همین بیننگی و بیننگ شدی ای گویا شرمنده، به همین شرمندگی کلامش میکنیم. خدا میگه الا ساء ما یحکمون. چی حکمه های بدی را اینها صادر کردن. بینید قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. قرآن میگه وقتی که پدر زنش که سر داد، تا حق نداری که او را بگیری، او مادر تا وقتش میگه دین نبود، پدر سر میداد بچه میگرفتش. این نعمت دین برادرها که امروز ما مادرامونه، خواهرامونه، عمامونه، خالهامونه، به این نفرهایی که برای ما و شما هم یا محرمن، میدانیم که اینها برای ما مثال نکارسن، یا را ما حرمت میکنیم، هیچ وقت یا را در نکاح ما نمیدراریم. این تعلیم برای ما کی داد؟ دین داد. دین، قانون دین که آمد، ماها از بگیم درن یک جنگل به درن شهر آمدیم. شما میدونید که وقتی که دین نبود، دوره‌ای که تصور کنید که حکمرانی انوشیروان یا دیل یا مو کسرای اولی بگیم که ساسانیا اگه خیلی با بگیم عدل و عادلیش بلند،
اگر به شرطی که همون روزی که پادشاه هجامه میکرد، هجامه یگان کس حقی حتی میگه توبت دیگه نداشت. اگر میمردی هم توبت نمیکردی. برای امروز مقصد پادشاه چی داره؟ هجامه کیسته. کدام خانه ایده میگه اگر پادشاه میامد میدرامد هر سال همون را همچو اید قبول اید میکردن و همون صاحب خانه دیگه نلاق نمیداد. یک قانون های عجیب و غریب بده. همین استثمار مردم بود، فقط استثمار بود. همیشه مثال ظلم بود. حتی میگه قریب تا 4000 آشپز داشتن، میگفتن کمای 4000 آدم برای او را آش میپزه، این کمای میگفتن، زیاد کندر کنه. هزارها آدم میگه حیواناشون را نگاه میکردن، یعنی شیر پلنگ بالا به طرف میگرفتن، نگاه میکردن، میگفتن کمایو. برای همین برادر عزیز و گرامی، بهترین آن چیزی که حضرت لقمان گفت برای فرزندش، این چی بوده است برادرها؟ این دین بوده است. دین، نعمت دین ما از آیت های قرآن و از این رفت مردمی پیش از دین آگاهی پیدا کردیم که حقیقتا دین برادر عزیز بسیار نعمت است. حقیقتا الله مهربان بسیار ترحم کرد که همین دنیای ما، زمان ما که نیاز به دین پیدا کرد، خدا این دین شروان کرد تا مردم هم مقصد از همین مشکلات ها و سختی ها نجات شوند. برای ما میگیم داریم که خداوند از پدر و مادر هم دیده چی است؟ برای ما مهربان تر است. حضرت لقمان چی گو بچه‌ش؟ گو بهترین آن نعمتی که خداوند به انسان میتید او برادر عزیز او دین هست. میگه بعد از اون گفتش که پدر اگر دو نعمت باشه چی؟ اگر دو چیزی که خداوند به بندش بده، دویمش چی میشه؟ گفت هر آینه گفت انا حیا میشه، حیا، شرم. اگر یک نعمتش دین باشه گفت نعمت دیمش گفت حیا های، شرم. ولی برادر عزیز حقیقتا همین بی‌حیایی بسیار کاری زشت است. خواه مردک باشد، خواه زن باشد، همین بی‌حیا باشد، بسیار یک کاری بده. در 4 کتاب وقتی میخواندیم میفتن که پوست ایمان حیا است. حیا پوست ایمان است. بینیم همون شرمی که ما میگیم همون حیا است. با تاجیکی شرمش میگیم، با عربی حیا میشود. شیخ سعدی میگو حیا باید که دارد آدمی زاد، که لعنت بر وجودی به حیا باد. هر یک فرزند آدم باید حیا داشته باشه. میگفت شیخ سعدی هر یک وجودی که حیا نداشته باشه میگفت لعنت بر او وجود. زیرا که به حیایی برادر عزیز انسان از بگیم همون منزلت و مرتبه و مقامش بیرون میکنه. آدم خدا ولقد کرمنا بنی آدم گو ما محترم کردگیم آدم، لیکن وقتی حیا که نباشه آدم بسیار برادر از اکرام همون عزتش گم میشود. حضرت عایشه مادر ما میگه که اگر به شرط همین حیا به صورت آدم میدر آمد، از این از زیباتر آدم در روی عالم نبود. خوشروترین نیروی دنیا هم نفر میشید که حیا باید داشته باشه. ولی یک قصه از که میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه نشسته بودن که حضرت ابوبکر صدیق در آمد. حضرت ابوبکر صدیق در آمد، میگه پیامبر ما خیلی شتگی بود است، حضرت همین پوچکش بالا کاگی بود است، همین رانی پشت میتفته. وقتی ابوبکر در آمد خیلی حضرت پهلوکش شیناندش صحبت رفته است. عمر در آمد مقصد حضرت صحبتش در آمد، پاکش هم خیلی رانی پشت تفته و هم خیلی صحبت داشتن. یک که میگه عثمان در آمد.
عثمان که در آمد این حالت عایشه مادر منقل کیسه میگه من نگاه داشتم وقتی عثمان در آمد میگه حضرت همیتا کرتاکش کشید بالای رونش پشون بعد میگه وقتی محفل بود شد میگه گفتم ای پیامبر پدرم در آمد حال تا تغییر ندادی عمر در آمد حال تا تغییر ندادی چی شد که عثمان آمد در پوچو تا کشیدی کرتاک تا راست کردی همه تا پشوندی گفت عایشه گفت چگونه حیا نکنم از کسی که از اون ملائکه ها حیا میکنن چگونه حیا نکنم گفت یک نفری که ملائکه ها از او حیا میکنن گفت یعنی اینقدر حضرت عثمان برای یک کان حیا بوده است یک کان حیا پیامبر من عایشه مادر رو میگه من العذراء فی خدرها حیاش رو میگه میدونین چی مقدار بود عروسی تای چادر چند حیا داشت میگه محمد الان حیا داشت میگه بسیار با حیا بوده در پیش پیامبر اگر یک سوال میدادی از مثال یگان سوال هایی که اینم امروزه سوال میتن بسیار سوال های بی‌معنی بسیاره کو یگان سوالش میدادن حضرت برای مقصد همون جواب دادن میگه گویا که در چهرش انار پرتافته باشی سرخ میشته جواب نمیگفته و یک اگر بگیم یک شعبه ایمان ما حیا ای برادر برای این بسیار حیا داشتن بسیار مهمه بسیار مهمه هر یک کلانی ما میده ما مادرای ما خواهرای ما باید حیا داشته باشه حیا این مال ما مردم مسلمانه از این چیز باید ما هیچ وقت مقصد چی نکنیم بین گفت دیگه چیزی که اگر خدا بتاد حیا های گو حضرت اگر سه طبقه چی گو سه طبقه اگر مال دارد کنه پول دارد کنه همین هم گفت مقصد یکی از نعمت است که خدا بر تو میده که خی به شرطی که برادر عزیز این پول و این مالم با در راه خودش صرف شود ای حالت در بدون نعمت می شود این خیلی نیست که مثال ما با مال بگیریم و دیگر بجز معصیت بجز غارت بجز ناپسندی بجز تکبری مقصد در ما چیزی نباشد نه برعکس مال خدا دادیم این یک برادر مسلمان ما فیراد میکنم میاد یک پیاله چایک ما میگیره در حق زنده و مردم دعا میکنه اینایی را میگن که نعمت اینایی ولی شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگن نه منعمی به مال از کسی بهتر است بعد مالدارها میگن خیلی فکر نکنن که ما که پول داریم ما ای باقی مردم ما بالاتریم و بهتریم میگه خیلی باید فکر نکنه نه منعمی به مال از کسی بهتر است خر گرجیل اطلس بپوشد خر است هیچ وقت مثال اینها انسان مقام و مرتبهش به مال نمیگفتن میگه گفتم که حضرت اگر 4 تا باشه چی گفت سخاوت سخی باش گفتم پدر که پدر چه سال است گفتم 5 تا باشه چی گفت اخلاق خوب بعد میگه گفتم پدر 6 تا باشه چی گفت بچه‌م اگر همین 5 تا که من گفتم اگر همین را تا همراهت نگه بدار تو پرهیزکاری تو عنوانی علاقه متقی را میگیری تو عنوانی آدمی با تقوا را میگیری و بدان که کسی همین 5 چیز داشته باشد شیطان از او دویم فرار میکنه لقمان با بچه‌ش داد خوش به حال کسایی که از این 5 چیز اگر برخوردار باشن و در این اگر عمل کنن برادر عزیز انشاءالله ما عنوان متقی داریم و شیطان ملعون مردود مرجوم از ما فرار میکرده خدای مهربان ایمانمون کامل کنه خاتممون بخیر کنه خاندان دادر ما در بازم الله مهربان فیض و فتوحات و برکات الله مهربان زیاد کنه و خدای مهربان میل هامون خواهش هامون محبت هامون
با به دین خدا زیاد بگردانه. محنت ها و زحمت هایی را که اینجا خواهرای ما کشیدن، خداوند خیر دنیا و آخرت شان بده. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. الله مهربان برکت تون تو. لا